داشته باشه، ولی من اینو این شکلی میکشمش، یعنی یه شکل دیگه. بعد این سه رو شما اگر که 6 اگه یادتون باشه در دفعه پیش به این شکل گذاشته بودن، 2 تا 6 کوچولو، یکی میذارم این طرف، یکی این طرف نقاشی میکنم. اینا رو حدودا سعی بفرمایید که با اعداد درست شه. مثلا حالا دوباره از اولی کار میکنم. شما این سه رو که گذاشتم اینجا و این 6 اینجا بود و این 6 دیگر بود طرفش گذاشته بودم، حالا این 6 رو دوباره یکی دیگه شد از این طرف میذارم که بعد دوباره از اول شروع میکنم که شما بهتر ببینید چیکار میکنم. این سه رو دوباره می‌نویسم، دوباره 6 از این طرف، یه 6 از این طرف، 6 رو طرف دست چپش، 6 رو طرف دست راستش. حالا این شکل نگاه میکنید فقط کافیه که از این قسمت به این قسمت خط بکشید و بعد این حاپوه در بیاد، ولی هنوز تمام نشده. یه بار دیگه این کارو میکنم و دفعه آخر شما یک سه میذارید اینطوری که از یه 6 اینطوری، یه 6 اینطوری و خیلی یواش باید شما راحت میدونید نقاشی بکنید. یاد این 6 رو اینطوری میزنید، یک شان از این ور اینا رو که داشتید دفعه قبل هم شخص مونده بودید بدنش هم درست میکنید، بعدم برش پا درست میکنید، دهن زبان برش درست میکنید و پا سیدرش هم درست میکنید، دومش هم درست میکنید. هر که قشنگترین هاپو برای من نقاشی کرد در برنامه بعدی یا برنامه‌های بعدی به شما معرفی خواهم کرد. مرسی به آقای عکاسی. برنامه محبوب شما. حتما کاغذ مداراتون رو آماده کردیم. بعد از آقای عکاسی نقاشی های شما رو نشون میدیم. خوب بسید. این شما، اینم آقای عکاسی. بفرمایید. متشکرم برده جان، مرسی. من تا وقتی که بچه عزیز تخم‌مرغ رو پیدا میکنم، من نقاشی قشنگ آوردی ها رو شما نشون میدم. خیلی خیلی قشنگ نقاشی کردی و شما این کار رو میکنیم و به من نشون میدیم، برای من میکنیم. بچه عزیز داره بسیار جالبی داشتن از این آقا پسر خوب موسا خانم، میرزا، بابک، شاهین و خیلی بچه ها دیگه که من نمیدونم از کجا خانواده هستن و دوستان نوشتن که تو مثل پیر مردم لباسید میشید. منم از این چشم برای شما این کجا قرمز قشنگ و پیرن زرد و تا آخرین برنامه‌های کودکان اجرا میکنم و میپوشم و انشاءالله سرزنده به پیر مردم نمیشم. ولی نداره پیر مردم خوبم. درس امشب رو شروع میکنم با تو خوبه. شما اگر مراجعه فرمایید با این قلم من این کاری میکنم، شما این کاری میکنید، یک خطی از این بالا میکشید تا بره به آخرین، یعنی جلو تو تخم‌مرغ رو نصفش میکنید، از این بعد دوباره برمیگردم. ببینید خیلی راحت، شاید مشکله، ولی ببین حالا از این برای همین کارو بکنید. درست این تخم‌مرغ هیچ سخت نیست برای شما نقاشی کردنش، برای که فقط خط میکشید روش. حالا اگه یادتون باشه در برنامه قبلی به شما یاد دادم نقطه جعبه، ولی قبل از اینکه این کارو بکنیم اینجا یک خط دیگه از این وسط میکشم، این با داری نصفش میکنم اینجوری، ولی نه از وسطش میذارم میتونید یه خط بکشید و یه کاری بالاتر این بالا قشنگ وصلش میده به اون پشت اون قسمت دیگه تخم‌مرغ. بعد این یک خطی که این بالا هست من اینجا این کارو میکنم، نقطه دو ابرو. ببینید خیلی راحت دماغ هم که براش بزنیدم دهانم براش درست میکنم. اگر حالا شما مراجعه فرمایید بچه عزیز یک صورت شد، ولی ببینید خیلی آروم خطی نشیدن میبینید قیافش عوض میشه، ببینید قیافش عوض میشه، ببینید اگر دوباره برش کردید مثلا چیز راحت‌تر ببینید برش کردن از این بعد این دوباره از این آنیده این تخم‌مرغ گوش نداره، باید گوش هم براش درست کرد. بعد درست میبینید جایی که خطی رو که کشیده بودن اینجا یه خط دیگر هم اینجا این شکلی میکشید اینجا گوشش هم درست شد. حالا این رو من برای شما یه کاغذ نقاشی می‌کنم که شما راحت میتونید ببینید من چطوری درس امشب رو برای شما درست خواهم کرد. اگر یادتون باشه تخم‌مرغ رو کشیده بودن این شکلی، شما اگر اینجا اینطوری رو بکشید بزن لازم این دردن شبیه تخم‌مرغ بشه یا این دیره. بعد این خطی که وسطش بود به خاطر که تخم‌مرغ تکان شده شما لازم این از وسط بگیرید بیایید این درسته یه کمی لازم بگیرید یا از وسط بگیریدش بگه برایید این درست. بعد یه خط هم بالا میکشید اینجوری یکی اینجا و وسط هم برای یه خط بکشید یکی دیگه هم زیر اون بگیرید. بعد این شکلی سه تا خط توی این تخم‌مرغ به این شکل در میاد. بالا شدید نقطه دو ابرو این برنامه قبلی نقطه دو ابرو نقطه دو ابرو. بعد دماغ که اینجا هست
باید به زیر اون خطا در بیاد و این شکلی این کاریکاتور خنده‌دار شما رو درست کنید. انشاءالله تا برنامه بعدی درس جدید با همین کد قرمز و این پیان زرد براتون آرزوی سلامتی می‌کنم. خداحافظ. خب از آقای عکاسی ممنونیم. بچه‌ها جون، نقاشی‌هایی که برای ما فرستادین خیلی زیادن و ما خیلی خوشحالیم، ولی این بار فقط چند تا از اینا رو بیشتر نمیتونیم نشون بدیم، ولی در برنامه‌های آینده نقاشی‌های بیشتر نشون خواهیم داد. نقاشی‌های اول رو مریم دانشیان 8 ساله و فاطمه دانشیان 9 ساله برامون فرستادن و اما تندیس که این خونه قشنگ رو کشیده. پروانه زیبایی که می‌بینید رو کاوه هوده 11 ساله برامون عزیز دادن. این خرگوش قشنگ از طرف دوست 7 ساله هم مهنوش شوشتریه. آناهیتا منصوری 5 ساله نقاشیش رو همراه با عکس قشنگش برای ما داده. آخرین نقاشی‌های این برنامه رو دو دوست هنرمند هنگامه و هومن محبوبی کشیدن که رنگ‌آمیزی فوق‌العاده زیبایی داره. و باریکلا به همه شما بچه‌ها که اسماتون رو برای ما به فارسی روی نقاشیاتون نوشتیم. بچه‌های خوب، نقاشیاتون رو برای ما به آدرس